چندین سازمان مختلف نظرسنجی‌هایی را انجام دادند در مورد اینکه منفورترین کشور روی کره زمین کجاست. در این ویدیو فهرست کشورهایی رو براتون آوردم که اغلب در این مطالعات و نظرسنجی‌ها تکرار شده بود. بر اساس همون مطالعات اینکه مردم جهان از یک کشوری متنفر باشن دلایل زیادی میتونه داشته باشه. ممکنه به خاطر وقایعی باشه که در گذشته اتفاق افتاده یا در حال حاضر در حال رخ دادن باشه. دلایل اقتصادی، نظامی و همچنین جنگ از مواردیه که سایر کشورها ممکنه از یک کشور متنفر باشن. در یکی از ویدیوهای قبلی بی‌ادب و بی‌فرهنگ ترین کشورهای جهان رو بررسی کردیم. خوشبختانه ایران توی اون لیست نبود. فکر میکنی این بار ایران توی لیست باشه؟ بریم با هم ببینیم. شماره 10 عربستان سعودی. عربستان سعودی یک کشور نفتخیز در خاورمیانه است. این کشور به شدت تحت تسلط قوانین مذهبیه و از مجازات‌هایی مثل سنگسار، شلاق، قطع عضو و مواردی مثل این استفاده میکنه. طبق همین تحقیقات باور بر اینه که زنان حتی از کوچکترین حقوق عادی و روزانه خودشون محرومن. برای آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها خیلی عجیبه که زنان در کشور عربستان وقتی میرن بیرون از خونه باید سر تا پای خودشونو بپوشونن. تو عربستان زنان اجازه ندارن به تنهایی جایی برن. مجبورن یکی از اقوام مرد خودشونو همه جا با خودشون ببرن، مثل برادر و یا شوهر. البته ناگفته نمونه که در چند سال اخیر عربستان بسیار تغییر کرده و داره آزادی‌های بیشتری به مردمش و خصوصاً زنان میده. مثلا همین چند وقت پیش یک فشن شو هم برگزار کرده. موارد گفته شده توی این تحقیقات بیشتر مربوط به گذشته است. اما خب تا اینا از ذهن مردم دنیا پاک بشه و تغییرات یک کشور رو ببینن زمان زیادی میبره. شماره 9 ترکیه. ترکیه قرن هاست که با دنیا رابطه خوبی داره. این تحقیقات بیان میکنن که مردم ترکیه مهمان نواز و مهربانن. اما آنچه که اونها رو در این فهرست قرار داده گذشته اونهاست. زمانی که اونها عثمانی بودن. ترکیه به دلیل نسل کشی ارمنی ها در جهان منفور شدند. این فاجعه توسط امپراتوری عثمانی انجام شد و منجر به مرگ 1.5 میلیون نفر شد که اکثراً مرد بودند. شماره 8 ایران. بله، متاسفانه ایران جزو این لیست هست. به گفته مردم اروپا و آمریکا، مردم ایران مهربان، بسیار باهوش و صمیمی هستند و دلیل منفور بودن ایران در جهان دولت و مسئولین خوشگلمون هستند. اونا معتقدن دولت از تروریسم حمایت میکنه. در سراسر جهان سابقه حقوق بشر وحشتناکی داره. جهان رو با سلاح‌های هسته‌ای تهدید میکنه و دوست داره کشورهای قدرتمند رو مدام عصبانی کنه. شماره 7 هندوستان. اولین دلیل تنفر مردم جهان از هند اینه که این کشور پر از مذهب‌ها و خرافات مختلفه. مردم این کشور آداب و رسوم عجیب و گاهی بسیار وحشتناک و ترسناکی دارن که اینجا نمیشه بهشون اشاره کرد. بعداً یه ویدیو میسازیم در مورد خرافات مختلف در کشورهای گوناگون. دلیل بعدی اینه که هندوستان برای زنان اصلاً جای امنی نیست. خیلی پیش میاد در هند زنان توسط یک گروهی از مردان مورد حمله قرار میگیرن. منظورم حمله های بیرحمانه و تجاوزها
نه صرفاً یه اخاذی یا یه تاچ ساده. شماره 6 بریتانیا. بله، باور کنید یا نه، بریتانیا هم مورد نفرت بسیاری از مردم جهانه. اونها یه گذشته وحشتناک دارن. بسیاری در سراسر جهان فکر میکنن که بریتانیا به شدت حریصه. در یک برهه از زمان بریتانیا بر 1/4 زمین حکومت میکرده. اونها یکی از اولین ها در جهان بودن که یک سیستم بردهداری رو اجرا کردن و باعث جنگ‌های داخلی زیادی شدن و بسیاری از کشورها رو تحت ستم و غارت قرار میدادن و به سلطه میگرفتن. گفته میشه که بریتانیا موجب تقسیم و نابودی چندین کشور و قاره مختلف در سراسر جهان شده. شماره 5 چین. چین هم به دلیل اعدام‌های خودش در گذشته و همینطور داشتن اردوگاه‌های بردهداری مورد تنفر مردم جهانه. یه دلیل اصلی دیگه هم برای تنفر از این کشور برای مردم جهان وجود داره و اونم صادرات ارزانشه. صادرات ارزان کشور چین در چند دهه قبلی باعث از بین رفتن خیلی از کسب و کارها و کارخونه‌ها توی کشورهای مختلف شده. همچنین در گذشته در برخی کشورها متوجه شدن که محصولات ارزان کشور چین موجب مرگ افراد میتونه بشه. مثلا بارها در طی بازرسی دیدن که اسباب بازی‌های بچه‌ها حاوی سرب هست که یه ماده خطرناکه و به همین دلیل قیمتش ارزون بوده. کشور چین به دستکاری ارز هم متهم شده. همچنین گفته میشه در گذشته به کشور تایوان که متعلق به چین نبوده دست درازی و اونو مال خودش کرده. شماره 4 اسرائیل. دلیل تنفر از کشور اسرائیل همونطور که میدونین به خاطر جنگیه که با کشور فلسطین داره. حالا اینکه حق با کیه رو اصلاً کاری نداریم، اما خب مردم دنیا به خاطر اینکه اسرائیل خیلی راحت فلسطینی ها رو میکشه از این کشور متنفرن. این جنگ دهه هاست که ادامه داره که خیلی هم پیچیده است و نمیتونیم اونو اینجا بازش کنیم. شاید بعداً یه ویدیو در موردش ساختیم. اما خب در یک جنگ معمولاً کشوری که بیشترین آسیب رو میزنه و قوی تره نفرت بیشتری رو ایجاد میکنه، حتی اگه حق باهاش باشه. شماره 3 روسیه. روسیه سابقه تهاجمی زیادی نسبت به همسایه‌های خودش داره. اونا به راحتی افرادی که باهاشون مخالف هستند رو میکشن، حتی اگه اون شخص در یک کشور دیگه باشه. اگه فیلم رد اسپارو رو دیده باشین متوجه میشین که توی روسیه به صورت خیلی حرفه‌ای نفوذی‌هایی رو آموزش میدن که برن کشورهای دیگه و براشون جاسوسی کنن و آدما رو بکشن. Call them sparrows. That's what she is. Take off your dress. شماره 2 ایالات متحده آمریکا. بله، ایالات متحده هم در جهان منفوره و در واقع دومین کشور منفور در جهانه. شاید باورش سخت باشه، اما آمریکا به دلیل قدرت نظامی و اقتصادی گسترده‌اش بر سایر نقاط جهان منفور شده. این طبیعت انسان هاست که از بهتر از خودش متنفر باشه، خصوصا مردم اروپا که با آمریکایی‌ها خیلی حال نمی کنن و ظاهراً دلیل دیگه‌ای که میارن دخالت و حمایت آمریکا از جنگایی که اتفاق میفته. آمریکایی‌ها میگن ما یکی از ثروتمندترین کشورهای روی کره زمین هستیم و بزرگترین ارتش رو داریم.
سخته که کشورهای جهان سوم از ما متنفر نباشن. تموم شد؟ خیلی تاثیرگذار بود. و اما شماره 1، کره شمالی. قطعاً منتظر شنیدن این یکی بودین. منزوی ترین کشور دنیا. کشوری که مردمش رهبرشون رو مثل خدا میدونن و مجبورن تابع قوانین سختگیرانه این کشور باشن. به اونها گفته میشه که رهبر اونها نیازی به دستشویی نداره، زیرا اونقدر برای مردم کره شمالی کار میکنه که تمام کالری هایی که دریافت میکنه میسوزونه. یعنی واقعا باور میکنن؟ کشوری که آزادی های مردمش رو سلب کرده. حتی کوچکترین آزادی های فردی در مورد انتخاب نوع لباس، مدل مو، دسترسی به اینترنت هم که به شدت محدوده. مردم کره شمالی استاندارد پایینی در زندگی دارن و از گرسنگی میمیرن، اعدام میشن، در نیمه شب ناپدید میشن. تصور بر اینه که کره شمالی یک کشور فقیره، زیرا اونها تمام پول خودشون رو صرف ساخت سلاح‌های هسته‌ای میکنن و نگرش تهاجمی نسبت به کشورهای همسایه دارن. خب اینم از لیست امروز. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. توی کامنت نظرتون رو در مورد کشورهای منفور در جهان حتما بگین و همچنین بگین که دوست دارین در مورد چه موضوعی بیشتر ویدیو بسازیم. روزگار خوبی داشته باشین.